روز 29 دکبر با یک چنین مؤسسه رفتم در ناحیه ورزا و با اون بچه‌های مریض و مادرزاد معیوب و دیگران تحفه ها بردم، سر لباس بردم، با آنها صحبت کردم. یک پسر بچه 10 ساله که در عربچه معیوب میشیند، پایهایش کار نمیکند مادرزاد، وقتی با همه صحبت میکردن با من رو آورده گفتن بابا جان من در گوش شما یک گپ دارم. من فکر کردم که ممکن مربیان یا کسی اذیت دادد. من خم شدم، گوشم نزدیک آوردم، آغوش کرده در گوشم چی میگوید؟ بابا جان شبها پاهایم درد میکند، من رو با یک جا فرستی طبابت کنم. من چی جواب دیم؟ من جواب دیم که پسر عزیز دیگر این کسری تو طبابت شونده نیست. چی گویم؟ چی جواب دیم؟ این یک دنیا هزار پا. من جواب دیم که پسر عزیز دیگر این کسری تو طبابت شونده نیست. چی گویم؟ چی جواب دیم؟ من جواب دیم که پسر عزیز دیگر این کسری تو طبابت شونده نیست. چی گویم؟ چی جواب دیم؟ فرزندان عزیز، امروز روز 1 سپتامبر، روزی دانش، عرض صحبت داد. اولا من همه شمایان را به روز 1 سپتامبر، روز دانش، سرشوی سال نوی تحصیل تبریک و تهنیت میگویم. فرزندان عزیز، امسال برای ملت تاجیک، دولت تاجیکان، خلق تاجیکستان بسیار سال مهم، تاریخی، مقدسترین جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان. انا با همین شرافت ما امروز در نزد شما هستیم. برای شما بینید خوابگاه درجه عالی مهیا کردیم، ساختیم و در اختیار شما امروز سپاریدیم. همه شما را تبریک میگویم. به شما سلامتی، موفقیت و خوانش خوب و اعلی را آرزومند هستم. من دایم در فکر شما هستم. از مربیان، آموزگاران دایم طلب میکنم که فرزندان ما را نگاه کنین، غمخواری کنین، مثل فرزندان خودتان مهربان باشید. تمام شرایط را برای بیمار نشوند، اذیت نکشند، گرسنه نمانند، سر لباس درجه عالی. من حالا خوابگاه را دیدم، شرایط خوابگاه حاضر زمان بنیاد شده است. فرزندان عزیز، بعضن ما در عائله هامان، حتی صاحبکاران و آدمان ثروتمند برای فرزندانشان چنین شرایط مهیا نمیکنند. ما تا حیات مستقلانه شما را تربیت میکنیم، به وای میرسانیم، به زندگی مستقلانه را گسیل میکنیم. در عرفه جشن بسیار تاریخی و مقدس ما 30 سالگی استقلالیت دولتی قرار داریم. بار دیگر همه شما را تبریک میگم. به شما سلامتی، عمر دراز، موفقیت و خوانش خوب و اعلی را آرزومند است. تأکید گردید که غمخواری نسبت به یتیمان و بیپرستاران و شخصان نیازمند در سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان دارای جایگاه و موقع خاص بوده برای بهتر نمودن شرایط تحصیل و کار و زندگی آنها پیوسته تدبیرهای سودمند و ثمره بخش اندیشیده می شود. پیشوای ملت محترم امام علی رحمون در همین جا به مناسبت آغاز سال نو خوانش به هر یک تربیت گیرنده سر و لباس مکتبی، لوازمات خوانش و شیرینی ها تقدیم کرده آنها را به تحصیل خوب و انتظام نمونوی راهنمایی کردند.
مکتب اینترنت رقم 1 برای کودکان یتیم و بی‌پرستار که یکی از کلانترین مؤسسه‌های تعلیمی جمهوری به حساب می‌رود، سال 1972 در زمینه مکتب اینترنت برای کودکان یتیم و بی‌پرستار تأسیس یافته است. در زمان صاحب استقلالی برابر دیگر مؤسسه‌های تعلیمی، شرایط تعلیم و تربیت و بودوباش تربیتگیرندگان در آن با دستگیری‌های روزافزون پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بهتر و خوبتر گردیده، با سهم صاحبکار وطنی تمام بناهای آن تعمیر و نوسازی شده است. این مؤسسه تعلیمی برای 550 نفر تربیتگیرنده پیش بینی گردیده، عین حال در آن 459 خواننده با تحصیل همه‌جانبه فرا گرفته شده است. در مکتب اینترنت 74 نفر آموزگار و مربیان با معلومات عالی کسبی کار و فعالیت می‌نمایند. تمام صنفخانه‌های مؤسسه با عیانیت و واسطه‌های تعلیمی تامین بوده، نسل نورس در اساس راهنمایی‌های سرور یتیم پرور مملکت به دانش آموزی مشغول می‌باشند. برای جلب تربیتگیرندگان مؤسسه تعلیمی به نمودهای گوناگون ورزش و سالمگردانی در حدود مکتب اینترنت میدانچه‌های زمانوی ورزشی نیز بنیاد کرده شده است. ما نسل نورسی دوران صاحب استقلال کشور از مهربانی و غمخوری‌های پدرانه پرزیدنت کشورمان پیوسته برخوردار هستیم و هیچگاه یتیم بودن خود را احساس نمی‌نماییم، زیرا سرور دلسوز و مهربان داریم. برای دستگیری همیشگی و غمخوری‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت میانه‌داری به پایان خویش را ایثار داشته قول می‌دهیم که در مؤسسه با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده، در آینده میخواهم آموزگار شده و بر خلق و وطنم صادقانه خدمت کنم. کی گفت که ما پدر نداریم؟ کی گفت که ما سپر نداریم؟ داریم پدر که پیشوا است، در هر قدم به فکر ما است. ما تعلیم گیرندگان برای اهدای باز یک تحفه به بها که در روز دانش و عرفه جشن استقلالیت ملی که با خشت مهر و محبت و غمخوری بنظیر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت بنیاد گردیده است، میانه‌داری خود را بیان می‌سازیم. همزمان وعده می‌دهیم که نامبرداران کشوری عزیزمان می‌گردیم. هر سال سراغ ما بیایید، بر ما در مهر خود گشایید. یک سال به شادی بگذرد روز، هستید به هر یتیم دلسوز. اطراف بینای خوابگاه نوی مکتب اینترنت در دایره اقدام‌های سازنده آباد و زیبا کرده شده، گل‌های رنگارنگ و نهال‌های همیشه سبز شنانیده شده است. همزمان برای تامین استراحت خواب و با فراغت تربیتگیرندگان نزد خوابگاه با هیکلچه‌های قهرمان‌های افسانه‌های کودکانه زینت داده شده، نشستگاه‌ها و یک فواره زیبا گذاشته شده است. روشنایی بینا و اطراف آن را شبانه چراغ‌های گوناگون روشنی دهنده تأمین می‌نماید. سرور دولت محترم امام علی رحمان برای فراهمسازی امکانات معاصر در خوابگاه مؤسسه با صاحبکار وطندوست محمود جان مرادوف برای دستگیری از سیاست سازنده و اجتماعی رهبریت عالی حکومت کشور اقدام‌های بشردوستانه و انجام دادن کارهای خیر اظهار سپاس کردند. صاحبکار وطنی باز اقدام گرفتند که در پایتخت مملکت شهر دوشنبه مؤسسه نوی تعلیمی برای 3500 نفر خواننده در 2 بست را ساخته به استفاده می‌دهد. آموزگاران دائما طلب میکنم که فرزندان ما را نگاه کنین، غمخواری کنین، مثل فرزندان خودتان مهربان باشید. تمام شرایط را برای بیمار نشوند، اذیت نکشند، گرسنه نمانند، سر لباس درجه عالی. من حالا خوابگاه را دیدم، شرایط خوابگاه حاضر زمان بنیاد شده است. فرزندان عزیز، بعضن ما در عائله هامان حتی صاحبکاران و آدمان ثروتمند برای فرزندانشان چنین شرایط مهیا نمیکنند. ما تا حیات مستقلانه شما را تربیت میکنیم، به وای میرسانیم، به زندگی مستقلانه را گسیل میکنیم. در عرفه جشن بسیار تاریخی و مقدس ما 30 سالگی استقلالیت دولتی قرار داریم. مرده کی زی پاکی
آب کوثر میخورد هر لحظه قسم به شیر مادر میخورد. شاموسی مشغول می باشند. برای جلب تربیت گیرندگان مؤسسه تعلیمی به نمودهای گوناگون ورزش و سالمگردانی در حدود مکتب اینترنت میدانچه های زمانوی ورزشی نیز بنیاد کرده شده است.